امروز رحمانوف واقعا مظلوم ترین انسان است که همه چیز را دارد، قدرت دارد، پول دارد، ولی آرامش را ندارد. چرا؟ از مردمش میترسد. میترسد از اون که فردا کبیری میتینگ میکند یا یک کسی دیگر قدرت رو از من میگیرد، فردا یک گروه دیگر مردم شورش میکنند، پولهایم رو از دست میگیرد. من واقعا همچون انسان دلم به رحمانوف میسوزد. یعنی همچون انسان دلم به رحمانوف میسوزد که خداوند هیچ کس را این گونه تقدیر و این گونه مصیبت را نصیب نکند. من ببینید دوستی عزیز، من وطن را از دست دادم، مالکیت را از دست دادم، حزبم بسته شد، برادرانم زندانی، خانوادم اولادم پراکنده. اما من یک چیز رو دارم، یک خرسندم از یک چیز که فردا تاریخ میگه که کبیری همه چیز رو از دست داد، اما انسانیت و مبارزه و این جسارت و این راهش رو از دست نداد. نه پولی مردم را دزدید، نه حاکمیت را غصب کرد، نه یگان کاری بد کرد، نه انتخابات را تقلب کرد. اما رحمانوف چیه؟ رحمانوف ببینید قدرت دارد، نمیدونم میلیاردها پول دارد، در پشت شانه های تانک و توپ روسیه و خیتای اینها پنهان شده است، برای خودش قلعه ساخته است، هر روز مراسم و جشن و اینا برگزار میکند، گویا خرسند است و شادی میکند. اما مظلومتر و یعنی واقعا هم مصیبتناکتر از رحمان آدم شاید در کره زمین نباشد. برای چی؟ برای اینکه جسارت نمیکند با مردمش آنلاین یا اینکه حتی گفتگوی مستقیم برگزار کند. با روزنامه‌نگاران تاجیک میترسد اینترویو بتید و پرس کنفرانس تشکیل کند. در 30 سال حاکمیتش رحمانوف جسارتی با روزنامه‌نگاران تاجیک سوال و جواب کردن رو نکرده است. یگان پرزیدنت در دنیا این خیال نیست. رحمانوف نمیتواند به داخل تاجیکستان حتی آزادانه سفر کند و برود پیش مردمش. نوارها رو ببینید چگونه مصیبت دارد، چگونه همچون انسان بدبخت است. من واقعا دلم میسوزد. من نمیخوام که من اگر پرزیدنت باشم یا در آینده هر کسی دیگر پرزیدنت باشد همین مصیبت رحمانوف را داشته باشد. این واقعا برای یک انسان مصیبت است که پرزیدنت باشی و در داخل وطن در یک قلعه زندگی کنی، در کریپوس در داخل زندان باشی. این واقعا من برعکس میگم دلم به رحمان میسوزد. چندین بار همچون اپوزیسیا بودم ولی نصیحت کردم که جناب رحمانوف این کارها رو نکن، این به ضرر خودت میشود، به ضرر فرزندات میشود، به ضرر اولاد و آینده و نامت میشود. بهتر این بود که خدا وقتی صلح کردی، قول دادی، وعده دادی که من تا همین موافق سازشنامه 7 سال در قدرت میمونم، همون رو اجرا میکردی. اما بعد از اون گیره کردی و خواهش کردی که 7 سال دیگر به من اجازت بدهید که من ازبکستان همه رو میگیرد و بعد میروم. خب اپوزیسیا هم سادگی کرد، ما هم اشتباه کردیم، گفتیم مایلش باشد به خاطر ملت. ولی میرفتی بعد 7 سال دیگر با آب رو با همون مردم میگفتن رحمانوف صلح کرد با همراهی استاد نوری خدا رحمتش کند، با مردم تنجی آورد، قدرت را داد، دیگر نچسبی در حاکمیت، رفت دیگر تا آخر حیات رحمانوف با آبرو محبوب مردم و در یک شرایط امن زندگی میکرد. امروز رحمانوف واقعا مظلومترین انسان است که همه چیز را دارد، قدرت دارد، پول دارد، ولی آرامش را ندارد. چرا؟ از مردمش میترسد. میترسد از اون که فردا کبیری میتینگ میکند یا یک کسی دیگر قدرت رو از من میگیرد، فردا یک گروه دیگر مردم شورش میکنند، پولهایم رو از دست میگیرد. من حالا هم فکر میکنم، حالا هم برادر عزیز عبدالله فکر میکنم، یا احمد جان بود نامد، معذرت برای اشتباه هم، فکر میکنم که هنوز هم رحمانوف باید 1% شانس داشته باشد. ولی بدبختی رحمانوف، مصیبت رحمانوف در این است که شانسش رو استفاده نمیکند و اون میگه خب بعد از من خود پتاب گفتی روسا، خود بگذار پجر باش. بنابر همین ما یگان رحمانوف رو واقعا مثل شما در ورطه میبینیم، اما دیگر از دستمون یگان کار نمیاد که کمکش کنیم. یگانه راهی که کمکش کرده میتونیم از این مصیبت خلاص شود، از این مظلومیت، از حاکمیت زودتر دورش کنیم که برود کمتر در یک جا دم بگیرد، آرام شود و واقعا حیات انسانی را درک کند که یک انسان به پرزیدنتی هم میتوانست است زندگی کند. مثلا من
به دپوتاتی هم و به رئیس حزب هم به میلیون ها هم الان زندگی کرده ایستادم و واقعا خیلی راحت و آرام زندگی کرده ایستادم. برای چی؟ برای که همون دانش و تجربه رو در اینجا درس میتیم، مینویسم، صحبت میکنم. اما رحمانوف هم بگذار یک بار به پرزیدنتی خودش رو انسان تصور کند، احساس کند که پدر است، بابا هست، همچنین یک انسان در کوچه ها بگردد، سیر و گشت کند. اما برای رحمانوف، برای لوکاشنکو حیات به پرزیدنتی وجود ندارد، یعنی انسانی عادی بودن وجود ندارد. من فکر میکنم که این سخت‌ترین مصیبت برای یک انسان هست که خود را در این حالت ببیند.